در ابتدا میخواستم نظر شما را در مورد تشبس‌های جهانی پیشوای ملت بشنویم. تشکر زیاد. البته مسلم است که آبرو و نفوذ امروزه تاجیکستان در عرصه جهانی، در عرصه بین‌المللی ثمره تلاش‌های پیگیرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است. کشور ما با شرافت سیاست خردمندانه رهبری دولت محترم امام علی رحمان توانست در دوران سابق استقلالی روابط سودمند را با شریکان بین‌المللی خود و ویژه سازمان ملل متحد گسترش دهد. مخصوصا سلسله تشبس‌های پیشوای ملت در رابطه با حل مشکلات آب در جهان باعث به گونه خاص معرفی شدن تاجیکستان گردیده.